با گذراندن یک چرابینی فرهنگی فراغتی از جانب شعبه زن و اویله نزد مقامات جایی حاکمیت دولتی ناحیه شهری نو دور ناحیوی فستیوال آزمون جمهوری جلوه رنگ‌ها جنبش گردید. فستیوال آزمون جمهوری جلوه رنگ‌ها از روی 8 بخش از جمله لباس‌های قدیمی و معاصر کودکان و نوجوانان، لباس‌ها برای پرسوناژهای افسانه‌ای، لباس‌های روزمره جوان دختران، بانوان و مادران، لباس‌ها برای جوانان، مردان و موسفیدان، لباس‌های مراسمی و عیدانه، لباس‌های رسمی، لباس‌های فراغتی و لباس‌ها برای خانه و کارخانه برگزار گردید. باید گفت که فستیوال آزمون جمهوری جلوه رنگ‌ها در 3 دور برگزار شده. دور اول در سطح محله، دهه و دهات شهر و ناحیه‌ها، دور دوم در ولایت‌ها شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری و دور جنبستی آن در شهر دوشنبه صورت می‌گیرد. اشتراکچیان، طراحان و دوزندگان، ایجادکاران و رسامان، چهره‌وران و هنرمندان و دیگر خواهشمندان این کسب هنر والای خود را به علاقه‌مندان و دوستداران لباس‌های تاجیکی معرفی نمودند. مقصد مرامی گذراندن این فستیوال آزمون‌هایی که در بخشته به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده است، یعنی که احیا نمودن هنرهای مردمی و بیدار نمودن هویت ملی می‌باشد. اشتراک دادن جشنواره که اکثرا دختران و بانوان و جوانان بودند به نمایش برنامه دلنشینی فرهنگی سر و لباس تاجیکی را وابسته به کسب و کار، آرایشات ملی، هنر والای رقص و سرود پیشکش حاضرین نمودند. در انجام به غالبان دیپلم و تحفه‌های خاطره‌ای و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر نو تقدیم کرده شد.